علم در خورده نقش بر سنگ است و واقعا هم جای دیگر بزرگ دیگری میگوید که مایه بزرگی علم و ادب است، نه نسب و اولاد و اجداد. و واقعا هم نفرانی که صاحب علم هستند همیشه و در همه جا صاحب احترام و مدنیت اینچنین عرف و عادت دارند که همگان آنها را دوست می‌دارند و به خوبی احترامشون میکنند. و در ابتدا بخشی پند و اندرزها را منظور شما میگردونیم تا اینکه شما در آغاز روز نو، در آغاز همین صبح نکهتبار دیارمون کمی هم باشد از گفته و اندرزهای بزرگان بهره‌ور و واقف شوید. سه چیز انسان را به عبادت و طاعت سوق می کند: ترس، امید و محبت. در 7 چیز خیر نیست: نمازی که خشوع ندارد، روزه‌ای که از کارهای نالازم دور نمی سازد و با تلفظ غلط خواندن قرآن، عبادتی که از گناه کردن دور نمی کند، مالی که صدقه ندارد، دوستی که صمیمیت ندارد، دعایی که اخلاص ندارد. فکر خوب هم عبادت است. برای عبادت وقت خالی کافتن احمقی نفس است. خداوند که تو را لایق عبادت کردن دیده است، ارمغانی بسنده است از خداوند بر تو. با اطاعت و عبادت کار تمام نمی شود. در سخنرانی به اطراف نگاه و در خوراک خوردن احتیاط باید کرد. عابدی که عبادت خویش را دیده خود را از برادر مومن خود بالا می بیند، عبادتش هیچ می گردد. نگاه مؤمن به مؤمن عبادت است و خنده چهره باشد کفارت. خداوند 5 چیز را در 5 چیز جای کرده است: عزت را در عبادت و طاعت، ذلت را در گناه، هیبت را در نیمه شب خیزی، حکمت را در شکم خالی و دارایی را در قناعت. من به آسمان نظر می کنم و عظمت را مشاهده می کنم و از آن نفرانی در حیرت می مانم که خداوند را باور نمی کنند. کسی که از دعوت خداوند بی‌نصیب مانده باشد، اگر سلطان باشد هم طلبنده است. عبرت: شخصی که از حادثه عبرت نمیگیرد نابیناییش بهتر است. اداره: خودت را اداره کن تا نیروی اداره کردن دنیا را به دست آوری. کسی که خود را اداره کردن نمیتواند محکوم امر دیگران خواهد شد. ادراک: شخصی که فکر نمی کند بر عقل خود ظلمی بزرگ کرده است. بیچاره آن است که از غایه آفرینش خود بیخبر است. آنچه خیال میکنی که صاحبش تویی، پس از آنها محروم شدن مزه اضطراب را خواهی چشید. یک روی سستی اراده است. عجبا، صرف برای دنیا آفریده شده ای که همه وقتت را برایش صرف میکنی. شیطان مسلمان را مثل آن که گربه موش را میپاید انتظار است. چیزی را ندیدم که در آن خداوند را تجلی نکرده باشد. ازدواج: خواهی که درست خانه‌دار شوی، با همسویه خویش عائله دار شو. پیش از خانه‌دار شوی چشمانت را نگشایی، بعد عائله دار شوی مجبور می شوی که چشمانت را بپوشی.